بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. در حدیث پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم می‌فرمایند که محبوب ترین مکان‌ها در روی زمین مساجد هستند. مساجد جاهای عبادتگاهند و جاهایی که اونجا الله ذوالجلال بندگی می شود. امروز هم الحمدلله مسجد شهر انگرز که در حال ساخت و ساز کار هست، ما نیاز به تخته بود. الحمدلله که 5 کوب تخته زکس کردیم، در این ساعت لحظه برای ما آوردن و این برادران در حال پایین کردن تخته ها هستند و همچنین در این قسم برادران دیگر مشغول تیاری و آمادگی شیت ها را دارند برای کلانه هایی که ما اینجا در درون 6 تا از کلانه ها داریم که به حدود 8.5 متر اینها بلندی دارند. دعای خیر میکنیم در حق همه اون برادرانی که از طریق کارتی که ما اینجا گذاشتیم، کارتی به نام اون مادر روان کردن. الله ذوالجلال در مال و جانشان برکت عطا فرماید. این پیشرفت کار ما در کمک و دستگیری شما برادران و خواهران مسلمان هست و باز ما نیاز داریم و امید داریم به کمک های شما که هر لحظه اینجا دست خودها هستن و نیازهای اینجا رو شما میتونید با مال خود انشالله که برآورده کنین. اینا همین کلانه هایی که حدود تقریبا 8.5 متر بلندی دارن رو اینجا